خب سلام عزیزان، توی این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که چجوری بتونین برای خودتون یه دونه حساب توسعه دهندگان مارکت بسازین و با استفاده از اون برنامه‌ها و بازی‌هایی که میسازین رو توی مارکت منتشر کنین. من ویدیوهای دیگه‌ای هم راجع به پنل توسعه دهندگان مارکت گرفتم که اگر خواستین میتونین توی لیست پخش مارکت ببینین که لینکش هم زیر همین ویدیو تو توضیحات هست. خب برای شروع اول از همه باید وارد لینک developer.myket.ir بشین که من لینک اینم تو توضیحات براتون میذارم که میتونین حالا با در واقع جستجوی توسعه دهندگان مارکت تو گوگل هم بیاین و از اینجا پیدا کنین و واردش بشین. حالا من اینو میبندم. خب ببینید اینجا شما هم میتونین از طریق ایمیلتون در واقع اکانت بسازین، هم که میتونین از طریق ورود با حساب گوگل برای خودتون یه در واقع اکانت جدید بسازین که حالا من میخوام با ایمیل این کارو انجام بدم. اون تا با ایمیل خودم نه، با یه دونه تمپ ایمیل این کارو انجام میدم. خب الان حساب کاربریم ساخته شد. وارد این بخش در واقع تکمیل اطلاعات میشه. اینجا ببینید اول از همه میگه که این بخش رو باید مطالعه کنید و قبولش کنین. قوانین مارکته که ما تیکش رو میزنیم و ادامه رو میزنیم. بعد از اون اینجا شما باید اطلاعات خودتون رو در واقع تکمیل کنین. ببینین شما اگر زیر 18 سال باشین که توی این بخش کارت ملی باید در واقع شناسنامه عکسدارتون رو عکسش رو آپلود کنین و اگر هم که بالای 18 سال کارت ملی دارین توی این بخش میتونین تصویر کارت ملیتون رو آپلود کنین. اینجا میایین توی این بخش حساب کاربری حقیقی رو در واقع انتخاب میکنین. اینجا نام خانوادگی اینا رو مینویسین. توی بخش کد ملی اینجا میایین کد ملیتون رو مینویسین. توی بخش آدرس میایین و آدرستون رو تکمیل میکنین. کد پستی، شماره تلفن ثابت رو اینجا مینویسین. خب بعد از اون این شماره شبارم اگر برنامه‌تون قرار پولی باشه و مثلا پرداخت در اون برنامه اینا داشته باشه این بخش هم تکمیل میکنیم. بعد از این اینجا میایین بعد یه دونه رمز عبور میزنین و بعد از اینکه این کارا رو انجام دادین اینجا میایین ادامه رو میزنین. حالا من این تصویر کارت ملی رو هم آپلودش کنم. حالا ببینید اینجا توی بخش اطلاعات نمایشی شما باید در واقع اسم فارسی و اسم انگلیسی در واقع اون اکانت توسعه دهندتون رو بنویسین و حتما هم باید یه چیزی باشه که قبلا توی مارکت ثبت نشده باشه. مثلا من مینویسم استودیو اطلس، فعلا من اینو مینویسم و اینجا حالا مثلا اسم انگلیسیش رو مینویسم اطلس. اینو فقط همینجوری دارم میسازم. اینجا حتما باید ایمیلتون رو وارد کنید. شماره تماس اختیاریه. اگر هم وبسایت داشتین که اینجا هم وبسایتتون رو وارد کنید که باید با HTTPS باشه. حالا من اینو نمیزنم، ادامه رو میزنم و اینجا در واقع باید شما شماره تلفنتون رو بزنین که برای شمارهتون یه کد بیاد. حالا چون من از قبل ثبت کردم اینجا بهم خطا میده که این شماره موبایل از قبل ثبت شده و بله شما باید اینجا بیان شمارهتون رو بزنین. بعد از اینکه ادامه رو زدین براتون یه کد میاد. بعد از اینکه اون کد رو زدین و اکانتتون در واقع ساخته شد باید منتظر بمونین که در واقع اکانتتون تایید بشه و بعد از این هم که تایید شد اطلاعاتتون و اینا میتونین توی در واقع مارکت برنامه و حالا بازیاتون رو بذارین. حالا من اینجا میام با اطلاعات اصلیم وارد شم و همونطور که میبینید بعد از اینکه در واقع اطلاعاتتون تکمیل شد وارد یه همچین پنلی میشید. حالا اینجا برای شما خالیه، من چون از قبلی برنامه‌ای دارم در واقع اینجا برنامه هست و بله شما وارد این بخش که شدین میتونید از پنل توسعه دهندگان استفاده کنید.